احذر احذر من أسباب الغفلة، احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة، فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك ميعاد الرحلة. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد الله را که پروردگار جهانیان است. پروردگارا بر پیامبر صلوات و سلام و برکات بفرست. همچنین به خاندان پاک سریشت، صحابگانی که پیشوا و با برکتند، همسرانشان که مادران مؤمنانند، بر ما هم همراه ایشان با لطف و مهربانیت صلوات بفرست و تو مهربان ترین مهربانانی. اما بعد برادران و خواهران، الله همه شما را نگهبان باشد. با فضل الله سبحانه و تعالی ما تا حالا با هم درباره نشانه‌های غفلت سخن گفتیم و صحبت ما در این نشست درباره نشانه از نشانه‌های خیلی خطرناک غفلت و شکل از شکل‌های دردآور آن است که در زمان معاصر انتشار یافته است. این نشانه خطرناک غفلت همانا نادیده گرفتن محارم الهی می باشد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بله، نادیده گرفتن محارم الهی. قسم به الله در این عصر اشکها از دیده ها روان می شود و این اشکها از خلوت نشینی با پروردگار زمین و آسمان ها سرچشمه نمی گیرد، بلکه سرچشمه آن از سایت های زیشت شهوانی، سایت های انحراف فکری، سایت های شبهه برانگیز، تلفن های هوشمند و شبکه های ماهواره‌ای است که در آن حلال و حرام های پروردگار زمین و آسمان ها نادیده گرفته می شود. لا حول ولا قوة الا بالله. الله ما را از نادیده گرفتن محارم خویش منع کرده است و پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را از آن برحذر داشته است. الله تعالی می فرماید: و هر کسی که شعائر الله را تعظیم کند، پس برای او نزد پروردگارش بهتر است. و همچنین الله تعالی می فرماید: و هر که الله و پیامبرش را نافرمانی کند و از حدهای مقرر کرده او تجاوز کند، او را به آتش درآورد، در حالی که در آن جاودانی باشد و او را عذاب رسوا کننده است. و همچنین اینها حدود الله است، پس به آنها نزدیک مشوید. محارم الله همه آن گناه‌های صغیره و کبیره می باشند که الله و پیامبرش حرام کردند. همان گناهی که در بخاری و مسلم از نعمان ابن بشیر رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: به درستی که حلال آشکار و روشن است و حرام آشکار و روشن است و در میان حلال و حرام چیزهای شبهناک وجود دارند که آنها را بسیاری از مردم نمیدانند. پس هر کسی از چیزهای شبهناک پرهیز کند، در حقیقت دین و شرف خود را حفظ کرده است. و هر کسی که در شبهه ها افتد، در حرام واقع می شود. مانند چوپانی که رمه خود را در اطراف حدود ممنوعه می چراند و دور نیست که رمه‌اش در آن حدود ممنوعه داخل شود. آگاه باشید که هر پادشاهی را حدود و حریم است. آگاه باشید که حریم الله در زمین چیزهای حرام کرده اوست. آگاه باشید که در بدن پاره گوشت هست که اگر آن اصلاح شود، تمام بدن اصلاح می شود و اگر آن فاسد و ویران شود، تمام بدن فاسد و ویران می شود. آگاه باشید که آن گوشتپاره قلب است. و همچنین در حدیث صحیحی که امام احمد و امام ترمذی و دیگران روایت کردند، از نواس ابن سمعان نقل است
که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند الله راه راست را مثال زده است. با من در این ضرب المثل تدبر کن. در ضرب المثل های قرآن و سنت فقط انسان های عالم و دانشمند تدبر میکنند. الله راه راست را مثال زده است که در دو کنار آن راه دو دیوار است که درهای گشاده دارند و در پیش درها پرده های آویزان است. و در اول راه دعوتگری به مردم ندا کرده میگوید ای مردم، همگی به راه درآیید و پراکنده نشوید، یعنی در این راه راست باشید. دعوتگری دیگر در آخر راه ایستاده است که هرگاه انسانی که میخواهد به یکی از این درهای گشاده درآید به او میگوید وای بر تو، وای بر تو، این در را باز نکن، زیرا اگر آن را باز کنی وارد آن میشوی. این درها را باز نکن و این پرده ها را بالا نکن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند این راه اسلام است و این دو دیواری که در دو طرف راه است حدود الله می باشد و درهای گشاده که پیششان پرده های آویزان است محارم یعنی حرام کرده های الله است. و آن دعوتگری سر راه کتاب الله و آن دعوتگری بالای راه واعظ الله است که در دل هر مسلمان وجود دارد. بله، در قلب تو واعظ هست که به تو راه خیر را نشان می دهد و اگر گناه انجام دادی تو را از عذاب الله تعالی می ترساند. اما بسیاری از ما در قلبمان صدای این دعوتگر و واعظ را خاموش کرده ایم و حتی نمی توانیم که صدایش را شنویم، زیرا که این صدا را کشته ایم و این صدا را خاموش کرده ایم و پنهان کرده ایم. همانا این واعظ از جانب ملائکه است. ملائکه به فرزند آدم الهام می کند و او را به خوبی کردن و تصدیق کردن حق دعوت می کند و شیطان به فرزند آدم تلقین می کند تا به سوی کارهای بد و دروغ شماریدن حق مایل کند. ولا حول ولا قوة الا بالله. نادیده گرفتن محارم الهی مخصوصا در حالت تنهایی نیکی ها را از بین میبرد. نیکی ها را از بین میبرد اگر چندی که به مانند کوه ها باشند. لا اله الا الله. نادیده گرفتن محارم الهی در حالت تنهایی نیکی ها را از بین میبرد اگر چندی که نیکی ها به مانند کوه ها باشند. همان گونه در حدیثی که ابن ماجه و دیگران با سند حسن روایت کردند از ثوبان نقل است که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند گروه‌های از امتم را می‌شناسم که روز قیامت با نیکی‌ها به اندازه کوه تحامه می‌آیند، اما الله تعالی آن نیکی‌ها را به مانند غبار پراکنده می‌سازد و نمی‌پذیرد. ثوبان رضی الله عنه می‌فرماید ای رسول الله، صفات‌های آنها را برایمان بگو مبادا ندانسته از آنان شویم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند آنها برادران شما هستند و مانند شما شب زنده‌داری می‌کنند، اما در حالت تنهایی حدود الله را تجاوز می‌کنند، یعنی مرتکب گناه می‌شوند. نادیده گرفتن محارم الهی در حالت تنهایی گناه بسیار بزرگ است، زیرا کسی که در حالت تنهایی نافرمانی الله را میکند از قلب او احساس عظمت و بزرگی الله میرود، اما آشکارا معصیت و نافرمانی کردن الله کاری بسیار زشتری است. سخنان خود را با این حدیث زیبای سرورمان رسول الله صلی الله علیه و سلم به آخر میرسانم. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند
ҳамаи уммати ман бахшида мешаванд ба ғайр аз он касоне ки гуноҳонашонро ошкор мекунанд. ин ҳадисро бухорӣ ва муслим аз абу ҳурайра разияллоҳу анҳу ривоят кардаанд. ҳамаи уммати ман бахшида мешаванд ба ғайр аз он касоне ки гуноҳонашонро ошкор мекунанд. яке аз намунаҳои ошкор кардани гуноҳ ин аст ки шахсе шабона гуноҳе анҷом медиҳад ва дар ҳоле ки Аллоҳ гуноҳонашро пешонидааст, субҳ онро ба мардум ошкор карда мегӯяд: эй фалонӣ, ман имшаб чунину чунон кардам. ин дар ҳоле аст ки Аллоҳ гуноҳонашро пешонидааст. вақте субҳ мешавад, пардаи илоҳиро аз рӯи худ мебардорад ва гуноҳҳои анҷомдодаашро ошкор мекунад. агар танҳо мондӣ, нагӯ ки ман танҳо мондам ва ҳеҷ кас маро намебинад, балки бигӯ ки назораткунандае ҳаст. гумон накун ки Аллоҳ аз он чӣ мекунӣ ғофил аст. гумон накун ки ҳар чизе ки дида намешавад ғоиб аст, яъне туро намебинад. аз Аллоҳ мехоҳам ки айбу гуноҳони ману шуморо дар дунё ва охират пешонад ва дар дилҳои мо дар ҳолати хилват ва ошкор эҳсоси азамату бузургии худро ҷой диҳад. ҳамоно ӯ қодиру тавоно бар ин кор аст. салому дуруд ва баракоти Аллоҳ бар пайғамбарамон Муҳаммад ва бар хонадон ва асҳоби эшон бод. вассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. احذر من أسباب الغفلة. احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة. فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر من أسباب الغفلة. وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك